به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتنم بر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران، مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام، بنده امروز خواستم باز یک پیامنامه برای تمام برادران و خواهران اهل اسلام نقل نمایم. و یک مادر مهربان در دوران پیری به فرزندان خود میگوید. مادر با چنین سخنها به فرزندانش سخن آغاز میکند: پسرم و دخترم، جگربندان من، روز شما مرا پیر خواهید دید و در هر کار خود بی اهمیت می شوم و در همان روز از شما خواهش می کنم برای من وقت جدا کنیم و به هر کارم صبر کنیم تا که مرا فهمیم. وقتی از روی بیحالی کاسه خوراک از دستانم می افتد و یا از پیر و بیمداری لباس خود را پوشیده نمی توانم، به یاد آورم آن روزی که من با شما آنچه آموزانده بودم، لیکن امروز آن را خود اجرا کرده نمی توانم. خواهش می کنم بر هر خطایم صبر کنید. اگر از من بوی بدی پهن شود، خواهش می کنم مرا دشنام مدهین و به یاد آورم آن روزی که من کوشش می کردم تا که شمایم همیشه تازه و آزاده باشم. اگر دیدید که من کاری کرده ایستادم، لیکن کار من از روی عقل نیست، از بالای من مخندن و برعکس به من طرز درست اجرا کردن آن را نشان دهید. وقتی صحبت با من از سخنرانی دراز مدتی من بیحال مشوین و از فهمش کوتاه من آزرده مشوین، زیرا بخت من امروز با شما بودن و با شما صحبت کردن است. وقتی پایهای من دیگر مثل اول راه رفته نمیتوانند، التماس با من مهربان باشین، زیرا من شما را در دستم برداشته میگشتم تا اون روزی که شما راه رو شدین. از این رو امروز از دست مرا گرفتن شرم ندارین، زیرا فردا شمایان نیز در جستجوی تذکیره میشوین. و در یاد دارین که من امروز نه برای حیات شیرین روبرو رفته ایستادم، برعکس من به مرگ نزدیک شده ایستادم و با تمام هستی مرگ را انتظارم. از این رو از من دور مشوین و با من باشین. اگر روز خداگی های مرا به یاد دارین، دانسته باشین که من همیشه برای شمایان فقط خوبی را میخواستم. بهترین کاری که امروز شما کرده میتوانین این بخش تمام نارساگاهی من است و الهی الله تبارک و تعالی نارساگاهی شما را در جواب مغفرت کند. خنده و شوخی های شما تا حال مرا شاد میگرداند. وقتی شمایان تولید شدین من با شمایان بودم، پس امروز شمایان با من باشین وقتی که من میمیرم. برادران و خواهران اهل اسلام، این سطرهای در بالا گفته شده را هر یک انسان باید بشنود تا که فهمد چرا مادر و پدری او از فرزندانش انتظار است و این نقل را به فرزندان خود بشنوانند تا که آنان نیز به قدر شمایان برسند. و دعا داریم: یا الله، تمام گناه های والدین مرا مغفرت کن و با آنان مهربان باش، طوری که آنها با من مهربان بودن وقتی که من خردسال بودم. و دعای زیدن را هر یک
بنده مسلمان باید در حق والدین خود بکند. یا الله، پدر و مادر مرا رحمتی کن تا که آتش دوزخ از دیدن آنان خاموش شود و جنت آنان را با تمام هستی خود انتظار باشد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. خداوند متعال پدر و مادر هر یک ما و شما را در پناه خود نگه دارد و هر یک ما و شما را هدایت به راه راست کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام، دوست و برادری شما، امید رحمت.